هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، آیا میدونید که در بالای آسمان چیست؟ اکنون در موضوع امروزه خویش برایتان بیان می‌سازیم که در بالای آسمان چیست. شاید که شما دانستن خواهید که در بالای آسمان چی باشد. پس با دقت باشید. هرگاهی که ما به سوی آسمان می‌نگریم، ستاره ها را می‌بینیم. پس آیا شما می‌دانید که خداوند ستاره ها را برای چی آفریده است؟ خداوند ستاره ها به خاطر دو چیز آفریده است. یکم به خاطر زیبایی آسمان، دوم به خاطر ترس و راندن شیطان. دلیل این گفته ها در قرآن در سوره ملک آیت 5 می باشد. یعنی خداوند می فرماید در حقیقت ما آسمان دنیا را زیبایی بخشیدیم با چراغ ها، یعنی با ستاره ها، و گردانیدیم این ستاره ها را برای راندن شیطان. این آسمانی که کبود است و ما با چشم سر می بینیم نامش آسمان دنیا است. وقتی که خداوند بابای آدم علیه السلام را آفرید، بابای آدم علیه السلام عطسه زد. بعد از عطسه زدنش گفت الحمدلله رب العالمین. کلمه عالمین معنیش یعنی عالم ها می باشد. یعنی بابای آدم علیه السلام بعد از عطسه زدنش گفت حمد و ستایش خداوند عالم ها را. وقتی که ملائکه ها این گفته بابای آدم علیه السلام را شنیدند، پس به سوی خداوند گفتند ای خداوندا، این بابای آدم علیه السلام بعد از عطسه زدنش گفت حمد و ستایش خداوند عالم ها را. ای خداوندا، تو چند عالم آفریدی که بابای آدم علیه السلام عالم ها گفتند؟ خداوند گفت ای اهل ملائکه ها، بابای آدم درست میگوید، زیرا من 18,000 عالم آفریدم. از همین سبب بابای آدم عالم ها گفتند. فراموش نکنید که خداوند 18,000 عالم یا دنیای دیگر آفریده است. این 18,000 عالم را تنها پروردگار میداند و خلاص. زیرا علم ما بنده ها به همه این عالم ها نمیرسد و یگان انسان روی دنیا این 18,000 عالم را نمیدانند. زیرا این علم غیب است، تنها خداوند میداند و بس. برای هر یک عالم 7 طبقه آسمان است. مثلا برای عالم دنیا، یعنی همین عالمی که ما زندگی داریم، 7 طبقه آسمان است. ولی ما یک طبقه آن را دیده نمیتوانیم که نامش آسمان است. خوب بیندیشید که خداوند ما چگونه قدرت ها دارد و چگونه دنیا را آفریده است. آیا میدانید که خداوند چرا شب روز را آفریده است؟ خداوند در قرآن میفرماید ما روز را برای آن به شب تبدیل میدهیم که کارهای میکردگی شما را دیگران نبینند. یعنی خداوند کارهای بد را در نظر ندارد، بلکه آن کارهایی را در نظر دارد که مرد و زن حلالی بین یکدیگر میکنند. باز این سیر و اسرار دیگری هم دارد، ولی همه آن را خداوند میداند. خداوند دنیا را یعنی زمین و آسمان را در مدت 6 روز آفریده است. سوره یونس آیت 3. دوستان عزیز، این بود معلومات مختصر درباره آفرینش آسمان و دنیا. خدا نگهبان شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.